احتمالاً عدد 7، 5، 3 یا حتی 2 نانومتر رو در مورد پیشرفته ترین چیپ های دنیا شنیدید. جالبه بدونید که ضخامت موی ما آدما تقریباً 90,000 نانومتره. حالا سوال اینه که این جزئیات چند نانومتری با چه ابزاری اصلا ایجاد میشه؟ خوشبختانه جواب این سوال خیلی ساده است. برای اینکه شما بتونید جزئیات چند نانومتری ایجاد کنید، نیاز به یک نور فوق فرابنفش یا EUV دارید که طول موج 13.5 نانومتری داره. فقط اینجا یه مشکلی وجود داره و اونم اینه که نور طبیعی که ما میبینیم بین 400 تا 700 نانومتر طول موج داره و برای رسیدن به طول موج 13.5 نانومتر باید خیلی تلاش کنید. این تلاشی که داریم میگیم انقدر زیاده که یک شرکت بیشتر از 20 سال و 15 میلیارد دلار رو صرف این کرد تا بتونه با کمک 800 تا شرکت دیگه بالاخره این کار رو انجام بده. اما چه شکلی؟ ببینید شما باید قطره‌های قلع مذاب رو توی خلا که هر کدوم 25 میکرومتر قطر دارن رو 50,000 بار توی 2 نوبت توی 1 ثانیه با یک لیزر قدرتمند هدف قرار بدید تا دمای اون به 5500 درجه سانتیگراد برسه، یعنی تقریبا دمای سطح خورشید. دقتی که برای این کار نیازه حتی از مأموریت آپولو یا فرود انسان روی ماه هم بیشتره و در نتیجه اون پلاسمایی تولید میشه که فوتون‌هایی با طول موج 13.5 نانومتر رو از خودش ساطع میکنه. ولی صبر کنید، چون که ما گفتیم که چیپ‌های امروز به 2 نانومتر میرسه جزئیاتشون. حالا از 13.5 نانومتر ما باید یک جوری برسیم به 2 نانومتر. برای رسیدن به 2 نانومتر باید از آینه‌های استفاده بشه که میزان صاف بودن و عدم وجود ناخالصی توی اونها فراتر از حد تصوره. یعنی اگر این آینه ها رو به اندازه مساحت کشوری مثل ایران بزرگ کنیم، بزرگترین نقصی که توی اونها وجود داره تقریبا 0.5 میلیمتره، یعنی تقریبا نصف نوک این خودنویس. اگر الان دارید این ویدئو رو میبینید به خاطر اینه که این دستگاهی که داریم ازش صحبت میکنیم که تمام این کارهای پیچیده و عجیب رو انجام میده با موفقیت تولید شده. دستگاهی که هر کدوم از اونها تقریبا بین 100 تا 200 میلیون دلار قیمت داره و هر سال فقط 50 تا ازش تولید میشه. این دستگاه به قدری بزرگه که برای تحویلش به مشتری به 4 تا هواپیمای باربری بوئینگ 747 نیازه. شرکت سازنده این دستگاه که یک شاهکار مهندسی تمام عیار به حساب میاد، شرکت هلندی ASML هستش. ASML امروز حتی یه دونه رقیب هم نداره و دقیقاً مثل TSMC چین از خریدن دستگاه‌های ASML هم منع شده. حالا شما بگید تا حالا اسم شرکت به این مهمی رو شنیده بودید؟